چند روز پیش رفتیم نمایندگی مرسدس بنز که از چند هفته قبل برای سرویس خودرو ازشون وقت گرفته بود و تاریخ مشخص کرده بودن. چی؟ باید وسیله ها رو برداری دیگه ماما؟ باید حالا ازش بپرسن که باید همه وسیله رو برداریم. چی شد ما؟ من واسه تا ماشین اجاری رو بیاره. آها. خب. خب این ماشینی که بهمون دادن تا هر موقع که بخوای به اون ماشین رو تحویل بگیری این دستت میمونه، درسته؟ آره. خب ماشین آماده است، کارباشم بردنش، تمیز شده. اینم ماشینیه که باید تحویل بدیم، دستمون بود از اون موقع تا حالا. محمد دارم تحویل بگیره، مدارک رو بده و کارهای تحویل خودرو رو انجام بده. اونا هم ماشین رو جا به جا میکنن، برامون میارن دم خروجی. تا دم در همه صاحبای خودرو رو بدرقه می‌کردن و برای محمد رضا تقریبا همه چیز رایگان تمام شد.